استاد شما امی عقیده کدام مذهب درس میتین؟ امی عقیده که ما میخوانیم این عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امی عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عقیده ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین، عقیده تمام صحابه کرام است، عقیده تابعین اعظام است، عقیده تبع تابعین کرام است، عقیده فقهای اسلام، عقیده امام بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، عقیده شاگردای از اونا امام محمد شیبانی، امام زفر، امام ابو یوسف رحمهم الله، عقیده از اونا هم است، عقیده امام شافعی، عقیده امام مالک، عقیده امام احمد ابن حنبل، عقیده امام اوزاعی، عقیده داود ظاهری، عقیده تمام فقهای اسلام و تمام دعوتگرای اسلام و موحدین اینمی عقیده است. از این خاطر عقیده اسلامی که عقیده قرآن و سنت است، الحمدلله کسانی که اهل سنت هستند و اهل قرآن و سنت هستند و عقیده خود از قرآن و سنت میگیرن، در مسئله اعتقادی کلشان موحد هستند، یکتا پرست هستند، کلشان از قرآن عظیمشان و از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده خدا گرفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، برادرای محترم، در درس 19 عقیده در قرآن و سنت، این درس ما اقسام توحید بیان میکنیم که خود توحید در قرآن عظیم شان و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم تقسیم بندی شده. یک گپ بسیار مهمی است که بسیاری از دوستا وقتی که درس ها را گوش میگیرن یا سیدی ها را میشنون، تو سوال برشان پیدا میشه که استاد شما امی عقیده کدام مذهب درس میتین؟ یک گپ یاد بگیرین و به یادتان باشه، انشاءالله خود میفهمین. عقیده قرآن و سنت و عقیده اهل سنت وقتی که گفته میشه، اهل سنت، کلمه سنت در عقیده در مقابل بدعت استعمال میشه. اینال عقیده قرآن و سنت عقیده قرآن عظیم شان است و آنچه که در احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. از این خاطر کسایی که به قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا یقین و باور دارن و عقیده خود ازی گرفتن، در مسئله عقیده هیچ بین فقهای اسلام اختلاف وجود نداره. امی عقیده که ما میخوانیم این عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امی عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عقیده ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین، عقیده تمام صحابه کرام است، عقیده تابعین اعظام است، عقیده تبع تابعین کرام است، عقیده فقهای اسلام، عقیده امام بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، عقیده شاگردای از اونا امام محمد شیبانی، امام زفر، امام ابو یوسف رحمهم الله، عقیده از اونا هم است، عقیده امام شافعی، عقیده امام مالک، عقیده امام احمد ابن حنبل، عقیده امام اوزاعی، عقیده داود ظاهری، عقیده تمام فقهای اسلام و تمام دعوتگرای اسلام و موحدین اینمی عقیده است. از این خاطر عقیده اسلامی که عقیده قرآن و سنت است، الحمدلله کسانی که اهل سنت هستند و اهل قرآن و سنت هستند و عقیده خود از قرآن و سنت میگیرن، در مسئله اعتقادی کلشان موحد هستند، یکتا پرست هستند، کلشان از قرآن عظیمشان و از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده خدا گرفتن. از این خاطر در مذاهب فقهی اختلافات عقدی ندارن، اعتقادی عقیده اختلاف ندارن.
اختلافاتی که پیدا شده در عقیده از مذاهب اعتقادی که به بدعت مبتلا هستند. گروه های پیدا شد به نام قدریه و به نام جبریه و به نام معتزله و به نام خوارج. این گروه های رنگارنگ پیدا شدن که یه در تاریخ شما ببینین اونا اختلافات اعتقادی دارن، اما عقیده مسلمان های واقعی که فقهای اسلام هستن، مذاهب فقهی هستن، تمام مذاهب فقهی یک عقیده دارن و او عقیده قرآن عظیم الشان و عقیده سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از این خاطر اگر کس سوال میکنه که والا شما کدام عقیده را میخوانید، ما عقیده قرآن و سنت را میخوانیم. اولین مصدر در نزد فقهای اسلام قرآن است. اگر شما هر کتاب فقهی را بخوانید اولین مصدرش قرآن است، دومی مصدرش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس اصل عقیده توحید کی آورد؟ قرآن عظیم الشان. امین آسمان به امین زمین امی عقیده را آورده و ما و شما مکلفیت داریم که با امانت پیروی از این دو امینه بکنیم. امین آسمان که جبریل امین بود، با بسیار امانت و صداقت عقیده قرآن و سنت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورد، یا به شکل وحی جلی که قرآن است و یا به شکل وحی خفی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و امین زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. او و بعد از شاگردای مکتب نبوت که صحابه کرام بودند با بسیار صداقت عقیده را به تابعین انتقال دادند. تابعین کرام با بسیار صداقت و امانت ایره به تبع تابعین انتقال دادند و با این شکل با بسیار امانت و صداقت ایره به ما و شما مسلمان ها انتقال دادند. قرآن محفوظ است، احادیث صحیحه تخریج شده، علما خدمت کردن. از این خاطر عقیده قرآن و سنت وجود داره و تا روز قیامت ان شاء الله وجود می داشته باشه. اما اهل بدعت که اعتقادات خود از نظریات دیگران میگیرن، یکی عقیده خود از فلان فیلسوف میگیره، یکی عقیده خود از فلان شیخ میگیره، یکی عقیده خود از فلان شاعر میگیره، یکی عقیده خود از فرهنگ فلان متأثر به فلان فرهنگ است از او میگیره و کارشان دلشان. اما مسلمان واقعی و موحد همی است که عقیده خود از قرآن عظیم الشان و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیره. تنها مسلمان ها چی کردن؟ علمای اسلام چی کردن؟ ما چی میکنیم؟ مثلا ما کدام ابتکاری نمیکنیم، فقط آنچه که در قرآن و سنت است ایره در چوکات به زبان ساده میخوایم برای مردم خود برسانیم. به زبان ساده میخوایم برای کی برسانیم؟ برای مسلمان ها برسانیم. ایناله چه قسمی را میتونیم به زبان ساده که برشان شان کنیم؟ تقسیم بندیشه که چون در قرآن عظیم الشان آیات است مربوط به عقیده، آیات است مربوط به احکام، آیات است مربوط است به قصص القرآن، آیات است مربوط است به مثلا امثال. ایناله او آیات و احادیثی که هست که در مربوط به عقیده میشه او رو چه قسم فصل بندی و ترتیب و تنظیم بکنیم تا که آسان وقتی که من درس عقیده میتم برای مردم آسان شد. یک استاد محترم دیگه که فقه درس میده او آیاتی که مربوط به فقه هست، احادیثی که مربوط به فقه هست، اجتهادات علما که مربوط به فقه است او رو فصل بندی و ترتیب میکنه. دیگه کدام مشکل نیست در اینجا. اینال توحید در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله هم در 6 بخش بیان شده است. وقتی که ما تقسیم بندی میکنیم قرآن و احادیث وقتی که دیدیم اینجا در 6 بخش بیان شده. بخش اول چی است؟ توحید ذات است. قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اول ذات خالق بر ما معرفی میکنه. ذات خالق بر ما معرفی میکنه که او آیات قرآن که مشخصا در مورد ذات آمده است. اول درس چی است که آیات قرآن بر ما میگه که قل هو الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الصمد، الله بی نیاز است. چی معنی بی نیاز است؟ یعنی آنچه که یک مخلوق به اون نیاز داره، الله از اون نیازمندی ها بی نیاز است. مثلا من مخلوق در ذات خود به اعضای مادی بدن نیاز دارم. الله سبحانه و تعالی از اعضای مادی بی نیاز است. او خالق است. مثلا من انسان هستم، من به روح نیاز دارم. روح مخلوق است و اگر روح نباشه جسم ما کار نمیده. پس الله سبحانه و تعالی از آنچه که مخلوق است و مخلوق به اون نیاز داره بی نیاز است. من انسان نیاز دارم به پسر، دختر، خواهر، برادر، مادر، پدر، اعضای خانواده. الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از آنچه که من به اون نیازمند هستم. چرا من مخلوق هستم، محتاج هستم. اگر پدر نمی داشتم من وجود نمی داشتم. اگر مادر نمی بود من نمی بودم. اگر من فرزند نداشته باشم احساس کمبود میکنم. اگر من خواهر و برادر نداشته باشم روابط اجتماعی بسیار خراب می باشه. پس من به خاطر ضرورت هایی که دارم به این چیزها نیاز دارم. اما خالق، صمدیت خالق امیر بیان میکنه که قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما مشابهت داریم با دیگه انسان ها، با دیگه مخلوقات. مثلا اگر از نگاه تنفس با نباتات حیوانات مشابهت داریم. حیوانات و نباتات هم تنفس میکنه، ما هم تنفس میکنیم. این حال ما در ذات خود مشابهت داریم با دیگه مخلوقات. ما مشابهت دارم با فلانی انسان. یا کسی میگه والا چشمای استاد مثل چشمای استاد قیام الدین وارث. یا کسی دیگه میگه والا این بینی استاد کس مثل بینی استاد بریالای وارث. یا کسی دیگه میگه والا این ریش استاد مثل ریش فلانی شیخ وارث. یا کسی دیگه میگه والا می گپ زدن از این استاد کس مثل گپ زدن فلانی نفر وارث. پس ما در ساختمان وجودی خود مشابهت های با دیگه مخلوقات داریم. در خوردن و نوشیدن مشابهت حتی با حیوانات داریم. اونا هم میخورن و مینوشن، انسان ها هم میخورن. این حال وقت ما مشابهت داریم مثل ما یک کس دیگه هم پیدا میشه. اما خالق متعال در قرآن عظیم شان برای ما گفته که لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ کسی نیست. پس شما خالق با مخلوق تشبیه نکنین. اینجا هست که در ذات خالق وقت انسان میرسه اکثرا مشکل بسیاری از کسایی که گروه هایی که بدعت هستن از سنت و روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله برآمدن در فهم عقیده. اینا بعضی اوقات بحث جوهر میکنن، بحث عرض میکنن. این چیزای تقسیم بندی های مخلوق هم میخواین سر خالق تطبیق بکنن، در حالی که اگر عقیده درست باشه این تقسیم بندی هایی که در بین انسان ها هست، این تقسیم بندی ها مربوط به مخلوقات میشه. نباید آنچه که مربوط به مخلوق میشه در این تقسیم بندی مخلوقات ما خالق هم داخل کنیم. در خالق که رسیدیم بر انسان ها میگیم و مخلوقات میگیم که جوهر است، خودش وجودش طول عرض و ضخامت داره. و این عرض است. عرض چی است؟ میگه خودش طول عرض و ضخامت نداره. این چی داره؟ در عرض وقتی که میرسیم بگیم طول و
عرض و ضخامت نمی داشته باشه، مثل رنگ وارث که قائم به دیگه چیزها می باشه. به این خاطر اینی مسئله جوهر و عرض و ایگه پاره که مربوط به مخلوقات میشه، این یک آیت قرآن جواب میگه که لیس کمثله شیء. شما این مسائل جوهر و عرض و ایگه پاک است یا مربوط به مخلوقات میشه و هیچ چیز مثل خالق نیست. از این خاطر این تشبیهات نکنین. پس در عقیده قرآن و سنت اولین بحثی که میشه در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و ذات خالق معرفی میشه. دومین نقطه توحید صفات است که صفات خالق متعال بیان میشه که یک انسان مسلمان صفات خالق باید از قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرین. نامهای خالق عظیم بگیرین. متاسفانه که بعضی از بسیار انسانای این حال در توحید صفات در قرآن عظیم الشان صفات خالق بیان شده. از این خاطر علمای اسلام، کسایی که در عقیده زیاد کار کردن، برای مردم فرمولش بیان میکنه. برادر عزیز میگه امی صفات خالق که است توقیفی هست. توقیفی چی معنی؟ توقیفی معنایش است که آنچه که در قرآن و سنت آمده به می توقف میکنی. توقف از کلمه وقف گرفته شده. آنچه که در قرآن و سنت از صفات خالق آمده و نامهایش آمده دمو توقف میکنی. نه ای صفت از زیاد میکنی نه کم میکنی و نه هم در این حق اجتهاد داری. حالا بر ما بسیاری مردمایی که خوب دیندار و خوب متقی هست نشته میکنه که ستایش میکنم ذات را که عاشق بندگان است. برادر عزیز، مسیجم روان میکنی و خود دعوتگر اسلام هم میدانی و وقت نداری که در درس عقیده بشینی که عقیده را بفهمی، خودش دعوتگر اسلام بی ادبی میکنه در مقابل خالق جهان. استخدام کلمه عاشق به ذات ذوالجلال از نگاه عقیده بی ادبی هست و بی ادبی در عقیده کفر است. یکی بی ادبی در مقابل یک انسان عادی هست. تصور بکن این دو کلمه زشتی که به مادرت استعمال کردن نمیتونی، به پدرت استعمال کردن نمیتونی، به استادت استعمال کردن نمیتونی، خفه میشه. اگر کسی مرا بگه که والا این نامه را برای استاد دایی عاشق فرستادم، ما بسیاری وقتا شاید چیزی برش نگویم، لکن قلبا از پیشش متاثر هستم، میگم بسیار بیادب انسان است. این چه کلمه است که برام استعمال کردی؟ وقتی که ما یک کلمه زشته که معنای درست نداره به مخلوق استعمال کردن نمیتونیم و تو دعوتگر مسلمان که مسیج ها را روان میکنی باز اینجا کلمه عاشق و معشوق به ذات ذوالجلال استعمال میکنی. چرا استعمال میکنه؟ به خاطر ازی که این سیدی درس عقیده را نه خودش شنیده، نه فامیل خود نشان داده و نه در درس عقیده آمده و فقط اینه میخواستم که والا صاحب دین دیگه هر کس که هر چی خواست دیگه. این گپ سرازی است که در توحید صفات، صفات الله و نامهای الله که است اینا توقیفی هستن. پس تو حق نداری که صفت جدیدی را برای خالق بغیر از آنچه که در قرآن و سنت آمده. من یک روز کل احادیث و چیز در مکتبه شامل کامپیوتر است، کلمه عاشق نوشته کردم هیچ نامده. بعضی از احادیث ساختگی و دروغی که بعضی کسا ساختن او اعتبار نداره، اما احادیث صحیحی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم در اینا هست تو بپال. آیا بر خالق متعال کلمه عاشق و معشوق استعمال شده؟ آیا صحابه کرام این کلمات استعمال میکردن یا که ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما بازور تشریح بکنن که والا صاحب منظور از حافظ شب معراج است و این شب معراج است و در شب معراج رو به سوی خانه خمار
خانه خمار منظورش چیست؟ یک وقت ما در مکتب بودیم برای ما می درس داده میشد که خمار منظورش العیاذ بالله خالق متعال است و خمار از کلمه خمر گرفته شده. خمر به معنای شراب است. خامر کسی که شراب میخوره و خمار کسی که بسیار شراب نوش است و مست است. این حال وقتی برای یک شخصیت بزرگوار یک کلمه را استعمال کردن نمیتونی، به یک پیغمبر، به یک صحابی، به ملائکه، به مقدسات و باز به خالق متعال چطور جرأت میکنن که استعمال میکنن. والله ما به می جرأت همین مردم بسیار تعجب میکنم که استغفر الله، الله ما را لرزه میگیره که تو کلمات در مقابل خالق استعمال میکنیم. خالق میگه سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان پاک است، ربک پروردگارتون، رب العزت پروردگار با عزت و عظمت، عما یصفون از آن چی که او را توصیف میکنن. و سلام علی المرسلین چرا میگن؟ میگه و سلام است، سلامتی هست، سلام و رحمت الله باد بالای کی؟ بالای مرسلین. چرا؟ میگه به خاطر ازی که مرسلین پیغمبرها بسیار با ادب بودن، ادب داشتن که آنچه را که خالق خود به او صفت کرده بود امور اکتفا میکردن و از خود زیاد و کم نمیکردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. سومین نقطه که در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است توحید افعال است. در این قسمت هم در عقیده میگه که باید انسان مسلمان افعالی که الله به خود نسبت داده او را بشناسه و او افعالی که مخصوص مخلوق است او افعال هم باید بشناسه. و افعال خالق به مخلوق نسبت نده و افعال مخلوق به خالق نسبت نده و آنچه که مربوط خالق است او را از مخلوق تقاضا نکنه. این کلش فرمولای اعتقادی هست. مثالش مثلا سعی کنیم، میگه افعال خالق به مخلوق نسبت ندین. افعال خالق چی هست؟ یکی از افعال خالق خلق کردن است. یعنی الله خالق کل شیء، الله خلق کننده همه چیز هست. آل در قرآن عظیم الشان میگه که الله برای بعضی انسانها بچه میده، برای بعضی انسانها دختر میده، برای بعضی انسانها پسر و دختر هر دویش میده و بعضی کسی دیگه بعضی انسان هست که او عقیم میسازن نه پسر برش میده نه دختر میده. الله خالق است. چقدر مردم است که خودش به نام ملا و به نام شیخ و به نام سید و به نام آقا صاحب و به نام پیر صاحب صفت خلق کردن خالق یا به خود یا به یک شخص دیگه نسبت میده. یک تعویض میتمد که بچه دختر شوه، یک تعویض میتمد که دخترت بچه شوه، یک تعویض میتمد که خدا برات بچه و دختر مقدر نکرده، من تقدیر تغییر میتم برات بچه و دختر میتم. اصل نیست. ایوازی که مثل و سلام علی المرسلین وقتی که چرا گفته شده؟ به خاطر ازی که پیغمبر میفهمید که من بچه و دختر خودم برای خود داده نمیتونم. ابراهیم علیه السلام ریش سفید میشه، ملائکه پیشش میان
باز او برش خبر میده که خدا تو را بچه میده. خانم ابراهیم علیه السلام فسکت در روی خود کت سیلی میدنه که دی پس پیری من صاحب اولاد میشم. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون. میگه یک تعداد میمان آمدن پیش ابراهیم علیه السلام و برش سلام دادن، گفت سلام علیکم، شما کسایی هستین که من شما را نمیشناسم. خب خلاص میمان است دیگه. فراغ الی اهلی، رفت ابراهیم علیه السلام پیش اهل خود، اعضای خانواده خود، اهل بیت خود. اهل بیت چی رو میگه؟ خانم و فامیل خود رفت. و وقتی که پیش اهل بیت خود رفت، اهل بیت خود رفت، فجاء بعجل سمین، یک گوسالی خوب چاق غذا پخته کرد، کبابش کرد یا شوروا کرد یا هر چی کرد، آوردی رو پیش میمانای خود. مان که بخورین. دید که میمانا نمیخورن. ابراهیم علیه السلام ترسید. قالوا لا تخف، گفتن نترس، ما غذا به خاطر از این نمیخوریم که ما ملک هستیم. و بشروه بغلام علیم. قرآن میگه برای ابراهیم علیه السلام اونا بشارت دادن. خب ابراهیم علیه السلام برای خود بچه داده میتونست؟ نه، ملائکه برش خبر دادن که الله برای تو در سن پیری بچه میده. و سلام علی المرسلین که در قرآن میگه علتش اینمی است که پیغمبر ادب با خالق میشناسه. و غضب خدا سر یهود و نصارا به خاطر از این نازل شد که یهود بی ادبی در مقابل خالق میکردن و یهود به خاطر از این در لعنت خدا گرفتار شدن که خود عالم میگرفتن، خود شیخ میگرفتن، بزرگ میگرفتن، لکن در مقابل خالق بی ادب بودن. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. بخوانین ترجمهش که چی میگه قرآن عظیمشان. قصه زکریا علیه السلام میگه که زکریا علیه السلام آمد به پروردگار روی خدا دور داد و رفت در بیت المقدس. در اونجا بود که رب ای پروردگار من اینی مکستم وهن العظم منی، استخوانایم پوسیده شدن، واشتعل رأس شیبی، پروردگارا سرم سفید شده، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، پروردگارا ما از اولاد بچه پیش قبر کدام پیغمبر نرفتیم که برای ما بچه و دختر بتی، بر تو رجوع کردیم برای ما اولاد بتی. باز الله برش میگه که ما به یحیی علیه السلام تو را بشارت میدیم. این از عقیده قرآن که انسان اگر اولاد میخواه از خالق بخواه. اما امروز چقدر مردم است، شما برین یک روز چهارشنبه در شاهد شمشیره که چقدر زنا از طوقهای زیارت بچه میخواین. برین سعی کنین که چقدر انسان ها سر خود در دیوار زیارت میزنه برای ما بچه بتی. در هندوستان وقتی که ما رفتیم در شهر مومبای، اونجا زیارت حاجی علی است و او طرف دیگهش که بری مندر است. اون میگه چی فرق از بین مسلمان و اون دو؟ ما از رام و از شام میگیم که ای بگوان بچه دیدو، یا مسلمان های شما میگه که ای حاجی علی بچه دیدو. اون دو میگه که حاجی علی اور رام اچھی آدمی تی، و هم خوب آدم بود و هم خوب آدم بود. ما از او خوب آدم بچه میخوایم، شما از این خوب آدم بچه میخواین. پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ What is the difference between Hindu and Muslims? خودم هندو کتمه جاره بحث داشت. گفت what is the difference؟ گفتم there is a lot of differences. گفت don't talk. I don't want to listen. I want to see. من نمیخوایم که کس برای من گپ بزنه. من عملا برای من نشان بده. عملا من هندو پیش بت میرم و از او بچه و دختر میخوایم. عملا تو مسلمان از حاجی علی میری در بمبئی بچه و دختر میخوایی. پس what is the difference between Hindu and Muslim؟ تو ما تو یکی هستیم. ما برش گفتم که نه برادر، ما از خالق متعال میخوایم. گفت این گپ است. This is your idea. Where is your action؟ کجاست؟ عملا نشان بده. گفت نشان داده نمیتونیم، بیا که من نشانت بدم. رفتیم صاحب در زیارت حاجی علی. 20 نفر از سر قبر حاجی علی سر خود تسلیم ماندن که حاجی علی بچه دے دو، حاجی علی لڑکی دے دو. گفت یہ کیا ہے؟
اندو در گرد بگوان تار تاو میته، بازو تار میاره قیچی میکنه در گردن کی میپرته؟ اشتکای خود در گردن دستاش میپرته. مسلمان عین تار در گرد قبر اجمیر اندو تبله میزنه برای رام خواندن میکنه. مسلمان تبله میزنه برای قبر در اجمیر شریف صاحب میکنه. پس بین ازی مسلمان و بین ازی اندو والله پیش اندو دان ما را خوش کردن، خدایا را خیر نده. یعنی من زبان بسیار هم تو برق وارست پیش هیچ کس بند نفته، لیکن عملا فینه بیسه اینه بیسه. پس ما هم دول میزنیم، شما هم دول میزنیم، ما هم میرقصیم، شما هم میرقصیم، ما هم از مخلوق اولاد میخوایم، شما هم از مخلوق اولاد میخوایم، ما هم گرد بگوان تار بسته میکنیم، تارش قیچی میکنیم در گردنش چیکار خود میبردیم، شما هم در گرد از این قبر چیز میگیم. فقط از ما بگوان است، از شما قبر است. پس چی فرق است بین ما و شما؟ ما هم در پیش بگوان میتایی میخوریم، شما پیش قبر جلی میتایی میخورین. ما میله میگیریم، شما هم میله میگیریم. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعایشی بود و الله قبول کرده، گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، خدای قبر مرا مثل بتواره نسازی. خدای قبر مرا بتواره نسازی. و باز در آخرین مرحله حیاتش گفت که برای امت خود توصیه داشت که لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت الله سر یهود و نصارا. چرا؟ قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن. پیش قبر پیغمبر سجده میکردن، پیش قبر پیغمبر ایدگاه جور کرده بودن، سر قبر پیغمبر محفل میگفتن، سر قبر پیغمبر قالی نوار کرده بودن، در 4 اطراف قبر پیغمبر طواف میکردن. گفت لعنت خدا سر از اینا نازل شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه خود انجام داده. کل صحابه گفتن که نشهدو، ما شهادت میتیم که انک ادیت الامانه یا رسول الله، تو امانت ادا کردی و بلغت الرساله و نصحت الامه، نصیحت کردی امتت. و ما هم شهادت میدیم والله واقعا که قرآن بخوانی و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانی، واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امانت ادا کرده، رسالت بیان کرده و تمام چیز مانده، از طهارت تا خلافت کل چیز بیان کرده، هیچ چیز از پیشش نمانده. از این خاطر آیت قرآن نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین بر شما تکمیل کردم و الحمدلله کامل ترین دین. ما در پوهنتون نظام سیاسی اسلام درس میتم در یک صنف که سیاست اسلام بخوانی که در هر بخشش آیات و حدیث است. در دیگه صنف اقتصاد اسلام درس میتیم. الحمدلله اقتصاد اسلام بزرگترین و لوکسترین اقتصاد در دنیا است. نظام معاملات، نظام اخلاقی اسلام درس میتیم. بهترین اخلاق، عفت زبان، عفت اعضای بدن، عفت عقیده، عفت شنیدن، کلش در اسلام است. کل چیزا که وقتی که ما نظام های اسلام بخونیم چرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله. خب سومین بخش توحید افعال است. باز مفصل شما میخوانیم، منظوری است که افعال خالق متعال. من یک مثالش براتون گفتم، بساطها فعل است که اگر مثالش بگویی والحمدلله رب العالمین، آنچه که ما میگیم سر کسایی که مسلمان واقعی و غیر متعصب است تأثیر میکنن. امیل یکی از برادرها الحمدلله پارسال گفت 19,000 نفر در شرک و کفر مبتلا کرده بودم، امروز من حیث دعوتگر توحید کار میکنه در شهر کابل. تخلص خودم دایی مانده. پارسال تخلصش فیصل مشهور به سید جلال آقا بود. حال انشاءالله فیصل تخلص خود دایی مانده، میخواه که دعوت به حق بکنه. اینمی وقتی که و شاهد شاهد من اهله، امین نفره که مرشد 19,000 نفر بود،
خودش حالا میگه که من چقدر در شرک مبتلا بودم. شما میتونید که از انتشارات پیام حق برنامه های زیر تقریبا 10 برنامه ما فعلا جور کردیم، ما خودم کسیش مصاحبه کردیم. تصویرای هست که با خدا براتان نشان بدم که انسان گریه میگیره. کتابای رو برای ما آورد که به نام اسلام کتابای از رسیم. اینجا سعی کنین العجل الساعه، عکس انسان کشیده. عجل در زبان عربی چی را میگه؟ کی عربی میفهمه؟ عجل چی را میگن؟ گوساله را میگن. کی گوساله پرست است؟ حال فعلا در دنیای جدید کی گوساله پرستی میکنه؟ خب هندو در اونجا گوساله پرستی میکنه، او بیچاره هندوست، مشرک است. و اینجا صاحب اینیا صاحب گوساله پرستی میکنن. بازی ها چی هستن؟ مسلمان و پیرو پیغمبر. این خوب سعی کنین تصاویرش اینجا پیش من باز کلش کمی دیدم، کتابای زیر کلش الفراق فسادا و یسعون فی الارض و یسعون. شما سعی کنین در رانهای زنها که آیات قرآن نوشته میکنن، اینجا در ران ازی هم نوشته هست. بعضی خانم‌ها که پیششان میره باز میگه امی چیز تا نشان بده که یک تعویض مخصوص است. آیات قرآن در اعضای بدن در شرمگاه خانم‌ها نوشته کردن. کفر است نیست. این حالا که برجبویی که تو کافر هستی میگیره وهابیا میگه. یعنی واسان گپی نمی است. هر کس که قرآن خوان وهابی است. احترام به قرآن کردی میگه وهابیا میگه. والله اگر وهابی احترام به قرآن داشته باشه و تو به نام اولاد پیغمبر توهین قرآن نکنی، من افتخار میکنم که اگر من اول سر ثبات خلاص خدا وهابی میمانم. لعنت خدا بر از او انسانه که به این اندازه توهین و تحقیر به قرآن میکنه. اونجا پایای اسکلیت است فهم لا یبصرون، آیات قرآن میبینن نی؟ ها؟ ما خواهد استادایی نیستیم که تو قصه بکنیم برای مردم. کل چیز سند است، مستند، کتابایش کلش برای من داد. امیال پیش من کلی نمی کتابا هست. برنامه چی هست استاد قیام دین؟ توی میم تم میخوانی یا تم میخوانی هندی. اینه این از اونجا گرفته آمده باز از این طریق برای مردم اسلام چیز میکنه. خوب سعی کنید تم هندی ره. یا کاکائیل در پایش میبینی؟ یا کلکائیل عزمت علیکم یا معشر الشیاطین الموکلین علی هذه العزیمه. خوب ببینن که به ابلیس ارتباط دارن ندارن. میگه عزمت علیکم، عزم کردم بالای شما، یا معشر الشیاطین، ای معشر شیطان هایی که موکل هستین به این تعویض، احرقوا، سوختم دل و جان اسرافیل، ازرائیل، جبرائیل، میکائیل زیر پایای ازی. میبینی در اینجا به حق بدو حب ودود حق نام خدا را. کفر چی است که نام الله را که نام شیطان این یک جای کو تاکین کارش کن فیکون در دم بگشتم آیات قرآن. سعی کن توهین است نیست. یعنی جادوگر و تعویضگرایی که قسمی تعویضا میتن یا چرا کافر میشن؟ به خاطر ازی که هو الذی خلقکم دو چیز شکل و جعل منه الزوجین الذکر والانثی. در کجایش نشته کرده؟ در پایش نشته کرده نکرده؟ ایوانو در قدم‌ها و در پایش. در مثال سینه ازی نشته کرده به حق ابو مره ابلیس. به حق کی؟ ابو مره ابلیس. یعنی این تعویض به حق ابلیس نوشته میکنه. کسی که تعویض در گردن خدایزان میکنه مسلمان است. کسی که نوشته میکنه مسلمان است. کسی که عقیده میکنه مسلمان است. خلاص. چهارمین موضوعی که در قرآن عظیم الشان سر از او بحث میشه توحید عبادات است. قرآن عظیم الشان ایاک نعبد و ایاک نستعین
و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست. پنجمین موضوعی که در قرآن عظیم شان است توحید تشریع و تقنین است. یعنی انسان موحد که میگیم لا اله، اله چی را میگن؟ کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. حالا وقتی که میگیم لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس این در قرآن است توحید تشریع و تقنین. و ششمین موضوعی که در قرآن است توحید نام ها هست که 99 نام است. از این 99 را 100 ساخته نمیتونی و این 99 را 98 ساخته نمیتونی. اونمو چیزی که در قرآن و سنت است این علما جمع کردن و انشاءالله در بخش توحید نام ها و صفات بازی سرش گپ میدیم. اینا علمای اسلام، دانشمندای اسلام، اینمی اقسامی که در قرآن عظیم شان که در توحید دمی 6 باب آمده، اینا در سه تقسیم کردن کلشون. 3 بخش ساختن که اول توحید ربوبیت است که در افعال خالق کلش جر و بحث میشه. دوم قسم تقسیمشان چی است؟ توحید الوهیت است که در توحید الوهیت ام توحید عبادت است و ام توحید اطاعت از قانون است، اطاعت از اوامر است. و سومش توحید اسما و صفات است که انشاءالله توحید اسما و صفات باز ما و شما امی اقسام توحید سر از هفته آینده بخیر درس ما باز بخیر. قسم اولش توحید ربوبیت هفته آینده بخیر شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.